السلام علیک یا سیدتی و یا مولاتی یا فاطمة المعصومه یا بنت موسی بن جعفر، سلام الله و سلام ملائکته و عباده المنتجبین علیک و علی آبائک المطهرین. امام صادق علیه السلام فرمود پاره از تن من در قم دفن می شود که همه شیعیان من به شفاعت ایشون وارد بهشت میشن. تدخل شیعتی به شفاعته الجنه به اجمعهم، همه از این شفاعت برخوردارن. پس مقام محبت ایشون باید یه مقام محبت خاصی باشه که یه تجلی خاصی از 14 معصوم، این علامت حضور خاص معصومین در این حرمه. این حضور، این تجلی از وراء وجود مقدس فاطمه معصومه است.